عزیز برادرای گرامی، حالا باشه من در شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا هستم. این قلم ببینید، قلم خیلی هم با حشمت دراز کلان، اما مترش نمیدونم که چند هست. یک سیرگشتی لاله‌زار اومدیم به قول بسیار هم طبیعت زیبا خوشرو، اما شمال به نهایت سخت است. به هم خاطر شاید اوباس کمی خوب نبروید، اما این اطراف ببینید خیلی زیبا است. هدفی و نوار گرفتن این نه نمایشی من است، بلکه برای سیاحان بسیار هم جای جالب زیبا و هر نفری که آمریکا میبینه حتما باید واشنگتن دی سی دیدن کنه، چون موزه های زیاد دارد. در یک روز نه، در 3 روز یا یک هفته شما میتونید که اینجا تمام کنه. به همین خاطر اگر نقشه که کشیده حداقل 3 روز باید در اینجا باشید، چون زیاد جایهای تماشابین داره، جایهای تاریخی، چون پایتخت است. تازگی، زیبایی و ارکیتکتوری خیلی هم خوب دارد. اطرافش هم میبینید، اطرافش هم بسیار هم تازه آزاده و همیشه مردم گشت و گذار میکنند خوش خرسندانه، گویا که زندگی همیشه شیرین است. البته حیات شیرین است، اما پستی و بلندی حیات همیشه هست. باشید که باشیم. بعضی هم سیاحت کردن با فکرم ضرر ندارد، این برعکس فایده است، چون اعصاب ها آروم میگردد، کمی از کار فارغ میشیم. به همین خاطر بعضا سیر و گشت میکنیم، چون باید آدمیزاد همیشه در جستجوی همه گونه زیبایی و طبیعت و این چیزها با هم باشد.